خانم. و موقعی که فرار کردم باید خیلی مثلا مواظب بودم. اصلا نزدیک 1 سال من موبایل استفاده نکردم که با جی پی اس منو پیدا نکنن. فرار کردین کجا رفتین؟ یکی از دوستانم بود که مذهبی بودن ایشون و خانوادهشون مذهبی بودن ولی خیلی فقیر بودن. رفتم به خونه ایشون، مادرشون به من اجازه داده بودن موقتا که من پنهان بشم، چون پلیس هم دنبال من بود و خانواده من دنبال من بود. این دفعه اگه به دستشون می افتادم دیگه میدونستم که یعنی زنده نمیمونم و به خاطر همین حتی یه جای مخفی بود تو خونهشون، زیر زمین بود که انباری، خونه حیات بود که زیر زمین بود. اونجا مثلا یه چیز انداخته بودن که دیده نشه. گفتن که هر موقع احساس کرده که کسی اومد، پلیس یه چیزی، باید اونجا پنهان بشه. خیلی یعنی واقعا روز هم با گشنگی بود، روزه میگرفتم. به خاطر همین روزه میگرفتم که استفاده کنم از این فرصت. بالاخره یک روز از دوستانمون اومد گفت که ما یه خبر خوش داریم برای شما. چه خبر خوش؟ گفتن که ما میخوایم بریم جمهوری اسلامی ایران، معارف اسلام را یاد بگیریم اونجا، شهر گم. من هم یه ذره ترس داشتم از تعریف هایی که در کشورم میگفتن، هم میخواستم برم چون دوستانم خیلی تعریف کردن که خیلی شهر قشنگ خوب اینجوری مذهبی، بعد مرکز تشیع اونجا هست. به من گفتن که هجرت برای شما واجبه. به خاطر همین من قبول کردم. از طریق اینترنت ما فرم پر کردیم، یعنی مثل مصاحبه کوتاه مدت ما را قبول کردن. ما راهی گم شدیم. خیلی استراب داشتم به خاطر اینکه دوستان گفتن که بابات پولدار، ممکنه به مرز سفارش بده که شما مثلا نتونید رد بشید. از لحاظ قانون رضایت پدر واجب نبود برای من، چون ما چنین چیزی ندارم. 18 سال که شد به راحتی میتونیم خارج از کشور بریم بدون اذن پدر یا مثلا شوهر. و اون موقع نزدیک شدیم به مرز آستارا. دوستانم گفتن که آیه و جعلنا من بین ایدیهم سدا و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فأغشیناهم فهم لا یبصرون. گفتن که تو رو خدا کوثر این آیه زیر زبانت باشه که به راحتی رد بشه. من حفظ بودم، کل مسیر را اینو خوندم و به راحتی با این آیه رد شدم از مرز. آیه‌ای که رزمنده های ایرانی تو شب‌های عملیات میخوندن که دیده نشن و همیشه هم مؤثر بود واقعا. بله اصلا راحت، خیلی راحت رد شدم، کسی با من کار نداشت. و به ایران که وارد شدم اوج یعنی احساس امنیت و آزادی را احساس کردم. دیگه در کشور دیگر بودم و به اطراف که نگاه کردم، اول برنامه که گفتین همه جا مثلا احساس می شد که اینجا دین و مذهب چیه. صدای اذان از میناره بلند می شد. تو کشور ما این ممنوع هست و من قشنگ میدونستم دیگه ساعت نگاه کردن، حساب کتاب کردن نیاز نبود. دیگه رستوران که رفتیم میتونستم به راحتی هر گوشتی را بخورم. یعنی خیلی لذت بردم و همه شهرها که ورودیش عکس حضرت آقا مقام معظم رهبری، شهدا، انگار منو مثلا استقبال میکردن. اینجوری یه آدم مخصوص احساس میکردم خودم را، چون چنین چیزی ندیده بودم که یه مثلا عکسای خیلی بزرگ انگار از من استقبال میکرد. و اومدیم رسیدیم گم که رسیدیم من توسل به حضرت معصومه کردم. 40 روز اینجوری توسل کردم که منو نگه داره اینجا. و من میخواستم برم جامعة الزهرا، با جامعة الزهرا آشنا شدم. میخواستم برم جامعة الزهرا و تو جامعة الزهرا طلبه بشم، چون فضای اونجا را به ما نشون داده بودن. به عنوان مثلا گردش میبردن همه جامعه مذهبی، مکانهای حوزوی میبردن، شهدا میبردن. من دعای عهد خوندن سر صبح ساعت 8 اونجا دیدم. گفتم کوثر حتما باید بین اینا باشی. نعم. باید درس بخونی اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. الله 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 الرحیم. ثم
إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاءوا